زمان در این دوره در سامانه اجتماعی فیسبوک طریقه یگانتی در سال 2024 سلسله چرابین‌های علمی معرفتی برگزار شد و در اساس قانون درباره دستورهای حکومت جمهوری پوزیسیون و تصویه اجرای همچنین نقشه‌های کاری برای منصوبه یکم و دوم سال 2024 یک قطار چرابین‌های فرهنگی بین‌المللی زبان دولتی خودگی قبول کنستیتوسیون جمهوری پرچم دولتی جمهوری برگزار شد. همزمان با تشبث یگانتی خدمات دولتی در دوره عمل استراتژی مقاومت در جمهوری در ناحیه مربوط با خرید و در ناحیه رشد 320 نفر خدمتچیان دولتی شهرک در طبقه‌های اقلی ناحیه مربوط مقصد آمادگی همگانگی با جشن یگانتی خدمات نقشه کارهای چرابین‌های ناحیه‌ای دارند 124 با حالت یکم ینوری سال 2025 در 64 انشاءات شغل تندرستی فرهنگ ورزش رسانه‌ای غیر مستحکم‌خانه و معمولی کارخانه و کارگاه‌های صنعتی کارگاه‌ها و مدرسه‌های مورد استفاده قرار داده شدند که در 60 همچنین در دوره حساباتی کارمندان یگانتی وابسته به مسئله‌های مهم برای خدمت دولتی در 45 چرابین‌های مختلف وزارت بین‌المللی اشتراک تمام سال 2024 همکاری‌های بین‌المللی اجنسی خدمات دولتی برنامه اجنسی برای به همکاری‌های خدمه رسیدگی خودروی خلق و خدمت دولتی نزد پرزیدنت بنیاد هنز زاید اولمان مرکز همکاری‌های بین‌المللی در صنایع ساختارهای دسته‌داری ترکیه و دیگر دولت‌ها ادامه داده از جمله در دوره همکاری‌ها با اجنسی همکاری یکسان 2011 105 نفر ماجسترهای دانشجوی ختم نمودند و 1 نفر زمان تحصیل 31 نفر 3 نفر در ماجسترات در دایره برنامه کویت مسئله خدمت‌های دولتی جمهوری تحصیل در بخش ماجسترات قرار گرفته که برنامه مذکور دوام سالهای 2015 2024 4 نفر خدمتچیان دولتی با کورس‌های ماجستری جمهوری برای گرفته شد 14 نفر در سال 2024 باز 4 نفر خدمتچی دولتی از وزارت‌های مسئولیت برای تحصیل و دانشگاه کره فرستاده شدند با مقصد تقویت همکاری‌ها با جانب کره لایحه یادداشت تفاهم بین وزارت اداره‌کننده هیئت جمهوری دولتی نزد
دستور راهبر دستور اجرای پریزنت با وزارت اداره‌های داخله‌دار موافقت کرده شده